در همین حال دیروز 29 اکتبر امامعلی رحمان برای اشتراک در کنفرانس 21 کنونسیون سازمان ملل متحد اوید به تغییریابی اقلیم و جمهوری فرانسه سفر کرد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور شام همین روز در پاریس، رحمان نایب رئیس شرکت ایرباس سیلور دیلون را به حضور پذیرفته در ملاقات اوید به امکان رشد همکاری‌های سودمند در ساحه نقلیات تبادل اندیشه کرده شد. شرکت ایرباس طیاره‌ها و چرخبالای گوناگون مسافربر، بارکش و حربی استحصال می‌نمایند. گفته می‌شود سپس امامعلی رحمان همچنین با نایب اول پرزیدنت شرکت توتال مایکر بورل ملاقات کرده. در جریان ملاقات مسائل قانونی و دورنمای همکاری‌های تاجیکستان با این شرکت بررسی شد. پرزیدنت تاجیکستان در آغاز صحبت اوید به امکان فراخی همکاری با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در سمت برام ماندن کارهای گیولوژی، جستجویی و استخراج و کارگرد نفت و گاز و صادرات ذخیره‌های آن ابراز اندیشه کرد. جانب‌ها با در نظر داشت امکانیت‌های مذکور تاکید نمودند که همه این تدبیرها باعث نتیجه‌های مشخص در رشد بخش نفت و گاز تاجیکستان خواهد شد.